تا آخر گوش کنید. پس هم میخورند. در آخر دلتان هشویش میشود. چون که فهمید که بعضا ما برای آیله کار میکنیم ولی همان آیله را گم میکنیم. سال 2009 بود. من 25 ساله بودم. در دهه خورده در ولایت ختلان زندگی میکردم. آیله خوش داشتم. زنم گلنار دختری زیبا بود، مهربان بود، خانه‌دار، خوب بود. 2 پسر داشتم. جمشید 5 ساله بود. فرخ 2 ساله. هر 2 پسرهای زیبا بودند. به من مانند بودند. هر سحر بیدار می شدم. گلنار نانشته تیار میکرد. جمشید در کنارم میخوابید. فرخ در گهواره زندگی عادی داشتم ولی خوشبخت بودم. در دیهر کار میکردم. در زمینهای آدمان کار میکردم. معاشم کم بود. روز 20 سامانی، بعضن 30 سامانی، ولی کافی بود. برای نان کافی بود. برای لباس کافی بود. برای زندگی عادی کافی بود. شبها در خانه با آیله بودم. گلنار نان میپخت. جمشید بازی میکرد. فرخ میخندید. من آنها را نگاه میکردم و دینم پر میشد. این زندگی من بود. زندگی عادی ولی زندگی خوش. ولی یک روز پدرم بیمار شد. بیماری سخت بود. برای طبابت پول لازم بود. پول زیاد من پول نداشتم. از کجا گیرند؟ به هیچ توار مراجعت کردم. آنها هم پول نداشتند. همه دیگه فقیر بودیم. پدرم روز به روز بدتر میشد. یک روز همسایم آمد گفت بیا به روسیه می رویم. آنجا کار است، پول خوب می دهند. گفتم چند می دهند؟ گفت روز 1000 روبل یا زیادتر. دلم زد. 1000 روبل روز این در تاجیکستان ماهانه است. گفتم چی کار؟ گفت ساختمان کاری سخت ولی پول خوب. من فکر کردم. یک شب فکر کردم. سحر به گلنار گفتم می خواهم به روسیه روم. گلنار ترسید. گفت چرا؟ ما خوش هستیم اینجا. گفتم پدرم بیمار، پول لازم در روسیه. پول خوب است. گلنار گفت چند وقت می روی؟ گفتم 1 سال مکسیموم 2 سال پول جمع می کنم و برگردم. گلنار سکوت کرد. بعد گفت اگر همین خواهی پس رو ولی زود برگرد. پسرها تو رو می خواهند. گفتم برگردم. وعده می دهم. این وعده اولین بود که شکستم. روزی رفتن آمد. من چمادان خوب تیار کردم. لباس های کم بردم. چی برم؟ من به کار می رفتم. نبا میمانی. گلنار نانشته تیار کرد. نانشته زیاد برای راه. پسرها نمی فهمیدم. پدرشان می رفت. جمشید گفت پدر کجا می روی؟ گفتم به کار می روم دخترم. جای دور. گفت کی برگردی؟ گفتم زود برگردم. گفت مرا براری دلم شکست. گفتم بی دخترم. این بار نه دفعه دیگر جمشید و باش ورزید می خواست گیره کند. من او را در آغوش گرفتم. بوسیدم. گفتم پدر زود می آید. انتظار شو. تا رخ را هم در آغوش گرفتم. او خورد بود. نمی فهمید. گلنار ایستاد. چشمانش سرخ بود. گیره می خواست. من او را هم در آغوش گرفتم. گفتم نگران مشو. من زود برگردم. گلنار گفت مواد باش. خودت را نگاه دار. گفتم نگاه می دارم و رفتم. در راه برگشتم. نگاه کردم. گلنار در دروازه ایستاده بود. جمشید دستش را گرفته بود. آنها نگاه می کردند. من دست جنبانیدم. آنها هم دست جنبانیدند و من رفتم. نمی دانستم که 15 سال نمی بینمشان. راه دراز بود. اول تا دوشنبه، بعد هواپیما تا مسکو. در هواپیما نشستم. اولین مراتب هواپیما می شدم. ترسیدم. 6 ساعت پرواز. من از تیزک نگاه کردم. آسمان، ابرها، زمین. دور فکر کردم گلنار اکنون چی می کند؟ پسرها چی می کنند؟ و مسکو رسیدم. فرودگاه داوا کلان بود. آدمان زیاد بود. و نظارت رفتم. پلیس روس نشسته بود. به من نگاهی بد کرد. گفت شناسنامه‌ات را دادم. گفت برای چی آمدی؟ گفتم برای کار. گفت کار داری؟ گفتم دوستم کاری یافته است. پلیس به شناسنامه‌ام نگاهی طولانی کرد. بعد گفت را بیرون آمده. همسایم انتظار بود. گفت بیا ماشین ندارم. و ماشین نشستم و مسکو رفتیم. در راه به تیریزک نگاه کردم. خیابان‌های کلان، بیناهای بلند، ماشین‌های زیاد. همه چیز کلان بود. همه چیز تیز بود.
من آدمی خردی دیگه در شهر کلان ماشینه در ناحیه دوری مسکو ایستاد. بیناهای کهنه بودند. همسایم گفت. بیا اینجای ما در خانه خود در آمدیم. دو حجره در یک حجره 6 نفر میخوابیدند. همسایم گفت. اینجای تو در زمین مترس گذاشت. گفتم اینجا میخوابیم. گفت. حد ما همه اینجا میخوابیم. کرایه ارزان است. شب خوابم نبود. آدمانی زیاد، صدای زیاد، هوا بد. سحر همه 6 نفر بیدار شدیم. نانشته خوردیم. نان خشک و چای. گفتند اکنون چی همسایم؟ گفت اکنون به کار می رویم. به ساختمان رفتیم. بینایی است می ساختند. کلان سرداری حس آمد. نگاهی بد کرد. گفت تاجیک هستی؟ گفتم ها. گفت کار کرده می توانی؟ گفتم ها. گفت بینم. آن لیمنت را بر خلطه وزنین بود، ولی برداشتم کشیدم. سردار گفت خوب روز 800 روبل از صبح ساعت 7 تا شام ساعت 10 روزی هستی؟ گفتم راضی و کار آغاز شد. کاری سخت بود. هر روز زمین کشیدم، کشت بردم، زمین کندم. سحر ساعت 6 بیدار می شدم. ساعت 7 در کار بودم. تا شام ساعت 10 کار می کردم. بعد به خانه برگشتم. خسته بودم. دستایم درد می کردن. پشتم درد می کرد. ولی فکر می کردم. پول روز 800 روبل، هفته 5600 روبل، ماه 22000 روبل. این در تاجیکستان زیاد بود. هفته یکم تمام شد. من به گلنار زنی کردم. آواز او را شنیدم. دیدم زد. گفت محمد تو هستی؟ گفتم همان هستم. چه خبر؟ گلنار گریه کرد. گفت من تو را خیلی میخواهم. کی میایی؟ گفتم حالا نمیتوانم. کار کرده ایستادم. پول جمع میکنم. گلنار گفت پسرها تو را میکوسند. هر روز میکوسند. کی پدر میآید؟ دلم شکست. گفتم با آنها گویید پدر زود میآید. خودتان را نگاه دارید. گلنار جمشید را آورد. جمشید گفت پدر تو کجایی؟ گفتم در روسیه دخترم کار میکند. گفت کی میآیی؟ گفتم زود میآیم. گفت من تو را میخواهم. دلم میشکافت. گفتم من هم تو را میخواهم، ولی اکنون نمیتوانم. این انتظار شو. گلنار تلفن را گرفت. گفت مواد باش. گفتم باش. تلفن را کندم. در مدرس دراز کشیدم. چشمم نام بود. ماه یکم گذشت. ماه دوم گذشت. هر روز کار میکردم. هر هفته به خانه زنی میکردم. هر ماه پول میفرستادم. ماه اول 15000 روبل فرستادم برای طبابت پدر. ماه دوم 18000 روبل برای خانه. ماه سوم 20000 روبل. گلنار خرسند بود. گفت و احمد پول رسید. ما نان خوردیم. ولی هر دفعه میگفت کی میآیی؟ من میگفتم تا کمی دیگر پول جمع میکنم. 1 سال گذشت. پدرم طبابت شد. بهتر شد. من فکر کردم اکنون برگردم. ولی همسایم گفت چرا برگردی؟ اینجا پول خوب میدهند. باز کمی کار کن. خانه خریدی؟ من فکر کردم راست اگر خانه خواهم بهتر. به گلنار گفتم باز کمی میمانم. برای خانه. گلنار سکوت کرد. بعد گفت خوب ولی زود بیا. سال دوم گذشت. سال سوم گذشت. من الکی کار خوب گرفتم. سردار شدم. اکنون 1500 روبل روزه میگرفتم. هر ماه 3000 تا 4000 روبل میفرستادم. گلنار با این پول خانه میساخت. در ده خانه نو میساخت. من خرسند بودم. فکر میکردم کار خوب میکنم. ولی یک چیز را نمیدیدم. پسرها کلان میشدند. بدون من کلان میشدند. جمشید 10 ساله شد. فرخ 7 ساله. آنها به مکتب میرفتند. دست میخواندند. کلان میشدند. بدون پدر من هر هفته زنی میکردم. ولی گپ کم میشد. پسرها دیگر زیاد گپ نمیزدند. فقط سلام میگفتند و تلفن رو به مادر میدادند. من میپرسیدم در چی طور؟ آنها میگفتند خوب. میپرسیدم چی میخواهید؟ آنها میگفتند یک چیز. گپ تمام میشد. سال 5 جمشید 12 ساله شد. من زنی کردم.
جمشید را خواستم. گلناره گفت. او بازی میکند. گفت بیارش میخواهم گپ زنم. گلناره جمشید را آورد. جمشید گفت. سلام گفتم. سلام پسرم، چی خبر دست؟ چی طور؟ گفت. خوب گفتم. چی میخوانی؟ گفت. متماتیکا تاجیکی روسی گفتم. آفرین، خوب میخوانی. گفت. اگر تمام شد من خواستم چیز دیگر گویم و نمیدانستم چی. جمشید گفت. پدر من رفتن میخواهم دلم زد. گفت. چی گفت؟ من رفتن میخواهم دوستم. انتظار گفتم. خوب رو و تلفن را کندم. فهمیدم پسرم. با من گپی دقیقه یک را نمیداد. سال 10 گذشت. اکنون من چی ساله بودم؟ پسرهایم کلان بودند. جمشید 17 ساله، فرخ 14 ساله. من آنها را دیده بودم. در این 10 سال یک مرتبه، تنها یک مرتبه سال 7 به تاجیکستان رفتم. برای 2 هفته نوروز بود. پسرها را دیدم، ولی آنها دیگر خرد نبودند، کلان بودند. به من چون بیرانه نگاه کردند. من آنها را بوسیدن خواستم، ولی آنها از من دور بودند. 2 هفته با آنها بودم، ولی بیگانه بودیم. بعد دوباره به روسیه رفتم و دیگر نبرگشتم. سال 10 جمشید 17 ساله او دوباره به تلفن آمد. من زنگ زنی میکردم. گلناره میگفت او در خانه نیست. فرخ هم کمتر گپ میزد. گلناره هم سرد شده بود. پیش گپ میزدیم. اکنون فقط سلام میگفت و چند کلمه من میپرسیدم چی شد؟ گلناره میگفت هیچ چیز. خوب، ولی در آواز او چیزی فرق داشت. خستگی، دلخواری، نگرانی. سال 12 جمشید 20 ساله شد. من زنگ زنی کردم، میخواستم تبریک گویم. گلناره جواب داد. گفتم جمشید کجا است؟ میخواهم تولدش رو تبریک گویم. گلناره سکوت کرد. گفتم چی شد؟ گلناره گفت او نمیخواهد با تو گپ زند. دینم ایستاد. گفتم چرا؟ گلناره گفت چون که تو او را ترک کردی. تو پدری او نیستی. گفتم چی میگویی؟ من برای او کار میکنم. برای او پول میفرستم. گلناره گفت پول کافی نیست محمد. پسر پدر میخواهد نه پول. گفتم ولی من برای او. گلناره گفت تو برای خودت کار میکنی، نه برای ما. این سخنها چون کار دل را بریدن. گفتم گلناره چی شد؟ چرا چنین میگویی؟ گلناره گریه کرد. گفت محمد تو 12 سال در روسیه هستی. 12 سال من تنها 2 پسر را کلان کردم. تنها شبها آنها بیمار شدند. من تنها آنها مکتب را تمام کردند. چون نبودی آنها کلان شدند. بدون پدر. گفتم ولی من پول. گلناره فراد زد. بس کن. از پول را میدانی گفتن، ولی پسرها را ندانی کلان کردن. و تلفن را کند. من در مطرس نشستم. سرم را گرفتم. راست میگفت. بعد از آن روز چیزی تغییر یافت. زنگ‌های من کمتر شدند. نه چون که نمیخواستم، بلکه میترسیدم که گلناره دوباره فراد زند. میترسیدم که پسرها گپ نمیزنند. سال 13 گذشت. سال 14 من اکنون یک بار در ما زنگ زنی میکردم. گلناره جواب میداد، ولی سخت بود. پسرها دیگر اساساً به تلفن نمی آمدند. من پول میفرستادم. هر ماه 50,000 تا 60,000 روبل. ولی پول دیگر مهم نبود. خانه ساخته شده بود. خانه کلان 2 آشانه با همه چیز. ولی من در آن خانه نبودم. سال 15 آمد. من اکنون 45 ساله بودم. سرم مورم سفید شده بود. پشتم همیشه درد میکرد. 15 سال در ساختمان. 15 سال لینین کشیدن. 15 سال در خنکی و گرمی. بدن من خسته بود، ولی دل من خسته تر بود. یک روز خبر آمد مادرم بیمار شد. سخت بیمار. گلناره زنی کرد. گفت مادرت بیمار بیا. من گفتم می آیم. بلیط خریدم. بعد از 15 سال به تاجیکستان برگشتن میخواستم. در هوا پیما نشستم. دلم لرزید. 15 سال پسرهایم اکنون کلان. جمشید 25 ساله، فرخ 22 ساله. آنها مرا شناسند. هواپیما در دوشنبه فرود آمد.
من از هواپیما فرو آمدم، دلم زد تا که تاجیکستان وطن 15 سال ازلی انتظاری رفتم. نگاه کردم، گلناره آنجا بود، ایستاده بود. دور من او را دیدم، دلم ایستاد. گلناره هم کلان شده بود، مویش بیشتر سفید شده بود، چهرهش خسته بود. 15 سال آنها را در چهرهش دیده میشد. من به او نزدیک رفتم. گلناره به من نگاه کرد، نگاه خنک. گفتم سلام. گلناره گفت سلام. سکوت. گفتم چه خبر؟ گلناره گفت مادرت در بیمارخانه، بیا میرویم. پسرها کجا هستند؟ گلناره گفت در خانه آنها نمی آمدند. دلم شکست. به ماشین نشستیم. راننده بود. ما در کفا در راه سکوت بودیم. من به تیزک نگاه میکردم. دوشنبه تغییر یافته بود. بناهای نو، کوچه های نو، همه چیز تغییر یافته بود. به بیمارخانه رسیدیم. مادرم در حجره خوابیده بود. پیر شده بود. خیلی پیرمرد در آمدن و کنارش نشستند. مادرم چشم گشاد، مرا دید. گفت محمد تو هستی؟ گفتم همادر من هستم. مادرم گریه کرد. گفت پسرم آخی آمدی. دستشو گرفتم. مادرم گفت محمد 15 سال تو نمی آمدی. 15 سال من انتظار شدم. گفتم ببخش مادر، من کار میکردم. مادرم گفت کار کردن خوب، ولی آیله را فراموش کردم. من سکوت کردم. مادرم گفت پسرهایت کلان شدند، آنها تو را نمیشناسند. گفتم میدانم. مادرم گفت گلناره خسته شد، تنها 2 پسر را کلان کرد. این آسان نیست. گفتم میدانم. مادرم گفت محمد اکنون تو آمدی، بیا بیمان، دیگر نرو. دینم زد. گفتم اما در میمانم. مادرم تبسم کرد، چشمشو بست. از بیمارخانه بیرون آمدیم. گلناره گفت بیا به خانه میرویم. به ماشین نشستیم. به ده رفتیم. به خانه ای که من خریده بودم. خانه کلان بود، نو بود، زیبا بود. ولی من در این خانه هیچ وقت نبودم در آمدیم. در تالار 2 پسر نشسته بودند، جمشید و فرخ. من آنها را دیدم و نفس بند شد. کلان شده بودند، مردها شده بودند. جمشید 25 ساله، بلند، سر و ریش داشت. فرخ 22 ساله، هم بلند، جوان. آنها به من نگاه کردند. من ایستادم، نمیدانستم چی گویم. گفتم سلام جمشید. گفت سلام. فرخ سرجنبانید. سکوت. من گفتم چی خبر پسرها جمشید؟ گفت خوب. سکوت. گلناره گفت پدرتان آمد، شاید چیزی گویید. جمشید ایستاد. گفت چی گوییم؟ ما او را نمیشناسیم. دیم شکست. گفتم جمشید من پدری تو هستم. جمشید گفت تو 15 سال در روسیه بودی. پدری من کی بود در این 15 سال؟ سکوت. جمشید گفت من بیمار شدم، تو نبودی. من مکتب را تمام کردم، تو نبودی. من کلان شدم بدون تو. گفتم برای من پول میفرستادم، برای شما کار میکردم. جمشید گفت پول کافی نیست. من پسر هستم، نه صاحب کار. من پدر میخواستم، نه پول. و رفت بیرون. رفت. فرخ هم ایستاد، بگاب رفت. من با گلناره تنها ماندم. من نشستم، سرم را پایان گرفتم. گلناره آمد، در کنارم نشست. گفت محمد بیا دست زنیم. گفتم گفت زن. گلناره گفت من میخواهم راست را گویم. من خسته شدم. نگاهم کرد. گلناره گفت 15 سال من تنها بودم. تنها پسرها خرد بودند. آنها بیمار می شدند. آنها گریه می کردند. آنها پدر می پرسیدند. من چی می گفتم؟ سکوت کردم. گلناره گفت من آنها را به مکتب می بردم. تنها درسشان را یاری می کردم. تنها آنها کلان شدند. تنها با مادر گفتم ولی من پول. گلناره گفت حتی پول فرستادی. رحمت با این پول خانه ساختیم، لباس خریدیم، خوراک خوردیم. گلناره ایستاد، به تیرزک رفت. گفت ولی محمد شبها من تنها خوابیدم. شبهای 15 ساعت تنها. گفت پسرها بیمار شدند، پدری را نداشتند. آنها خرسندی کردند. پدری را نداشتند. آنها به مکتب رفتند. پدری را نداشتند. گفت محمد
تو همه چیز را فدا کردی برای پول، ولی همه چیز را گم کردی به من نگاه کرد. گفت اکنون تو آمدی، ولی دیر شد، پسرها کلان شدند، بدوی تو آنها دیگر تو را نمیخواهند. دلم شکست. گفتم گلناره تو چی تو مرا میخواهی؟ گلناره سکوت کرد. بعد گفت من نمیدانم محمد، من خیلی خسته هستم. روزهای بعد من کوشش کردم با پسرها گپ زنم، ولی آنها کمتر گپ میزدند. روزی به جمشید گفتم بیا با هم برویم، سعی کنیم. جمشید گفت برای چی؟ گفتم میخواهم با تو گپ زنم. تو پسر من هستی. جمشید گفت اکنون یادت آمد که من پسر تو هستم. 15 سال کجا بودی؟ گفتم در روسیه برای شما کار میکردم. جمشید گفت تو برای خودت کار میکردی. اگر برای ما کار میکردی با ما میبودی. گفتم ولی چطور در تاجیکستان پول نیست، کار نیست؟ جمشید گفت پول مهم نیست، عائله مهم. گفت مادر تنها ما را کلان کرد، شبها ابیره میکرد. من میشنیدم، ولی چی میدانستم کرد؟ من خرد بودم. گفت اکنون من کلان شدم، ولی تو را نمیشناسم. تو برای من بیگانه هستی. و رفت. من ایستادم. تنها فرخ کمتر گپ میزد، ولی یک روز او را دیدم. تنها در حولی رفتم، نزد او نشستم. گفتم فرخ چی خبر؟ فرخ گفت خوب. گفتم تو مرا یادت هست؟ فرخ گفت نه، من 2 ساله بودم وقتی تو رفتی. دلم زد. گفتن راست را گویی، اساسا یادت نیست؟ فرخ گفت نه، من تو را اساسا نمیداند. برای من تو تنها آواز در تلفن بودی. سکوت. گفتم فرخ من پدری تو هستم. فرخ به من نگاه کرد، نگاهی خالی. گفت پدر کسی است که با تو بازی میکند. پدر کسی است که تو را به مکتب میبرد. پدر کسی است که وقتی بیمار شوی در کنارت میشیند. گفت تو این کارها را نکردی، پس تو پدری من چطور؟ و ایستاد رفت. من تنها نشستم. آه چطور راست میگفتم. شبها من نمیخوابیدم. در حجره دراز کشیده فکر میکردم. 15 سال کار کردم. برای چی فکر میکردم؟ برای عائله. ولی اکنون فهمیدم من برای خودم کار میکردم. چون که اگر برای عائله کار میکردم با آنها میبودم. ولی من در روسیه بودم، خانه خریدم ولی در خانه نبودم. پول فرستادم ولی محبت نفرستادم. پدر بودم ولی پدر نبودم. اکنون فهمیدم. ولی دیر شد. خیلی دیر. 2 هفته در تاجیکستان بودم. مادرم کمی بهتر شد. پسرها با من گپ نمیزدند. کناره سرد بود. من در خانه خودم بیگانه بودم. یک روز به گلناره گفتم بیا گپ زنیم. گلناره آمد. گفتم من میخواهم چیزی گویم. گلناره گفت گوی. گفتم من دیگر به روسیه نمیروم. گلناره نگاه کرد. گفتم من میمانم. میخواهم با عائله‌ام را برقرار کنم. گلناره سکوت کرد. گفتم میدانم، بهشود میدانم. پسرها مرا نمیخواهند. میدانم تو خسته شدی. گفتم ولی من میخواهم کوشش کنم. میخواهم پدری واقعی شوم. میخواهم شوهری واقعی شوم. گلناره گریه کرد. گفت محمد 15 سال گذشت. 15 سال این را برگردانده نمیتوانی. گفتم میدانم، ولی میتوانم کوشش کنم. گلناره گفت من خیلی خسته هستم. نمیدانم باوری دارم یا نه. گفتم پس به من امکان ده. امکانی کوشش. گلناره به تیرزک نگاه کرد. بعد گفت خوب کوشش کن. ولی در آواز او امید نیست. من ماندم. در تاجیکستان ماندم. کار پیدا کردم در ساختمان. پول کم ولی کار بود. هر روز کوشش میکردم. با پسرها گپ زنم دشوار بود. آنها گپ نمیزدند، ولی من کوشش میکردم. صبح بیدار میشدم، نانشته با آنها میخوردم. آنها سکوت میخوردند. من هم. ولی حد اقل یک جای بودیم. شبها هم یک جای نانشته میخوردیم. سکوت. ولی یک جای ماهی گذشت. یک روز فرخ چیزی پرسید. گفت در روسیه چطور بود؟ دلم زد. این اولین سوال بود. گفتم دشوار بود. خیلی دشوار. کار سخت. تنهایی.
فرخ گفت: پس چرا ماندی؟ گفتم: چون که احمق بودن، فکر میکردم. پول مهم ولی خطا کردم. فرخ سکوت کرد. بعد گفت: هرت پیدا کردی و رفت. ولی این گپ برای من کلان بود. ماه دیگر جمشید چیزی گفت. ما در حاوی کار میکردیم. درخت میکاشتیم. جمشید گفت: این طرف بالا کن. گفتم. این طرف. گفت. کار کردیم. بعد جمشید گفت. خوب شد. گفتم. رحمت جمشید یک چند ثانیه نگاه کرد. بعد گفت: تو کار کرده میتوانی. گفتم. 15 سال کار کردم. جمشید گفت. راست و رفت. و در آوازی او کمتر نفرت بود. اکنون 1 سال گذشت. 1 سال من در تاجیکستان بودم. پسرها با من کمتر دشمنی میکردند. گاهی گپ میزدند. ولی هنوز نزدیک نبودیم. گلناره هم کمتر سرد بود. گاهی تبسم میکرد. ولی هنوز محبت نبود. من میدانستم راهی دراز دارم. شاید هیچ وقت به آن جایی که پیش بودیم نمیرسیم. ولی حداقل کوشش میکردم. اکنون من اینجا نشستم. 2 سال گذشت از آن که برگشتم. من هنوز در تاجیکستان هستم. پسرها با من گپ میزنند کمتر از پیش. ولی گپ میزنند گلناره با من یک جای است. ولی هنوز آن گلناره نیست. و در یک خانه هستیم. ولی هنوز بیگانه هستیم. من هر روز کوشش میکنم. پدر خوب شوم. کوشش میکنم شوهر خوب شوم. ولی میدانم شاید هیچ وقت کماک ندارم. چون که 15 سال رو برگردانده نمیتوانم. 15 سالی که پسرها بدون پدر کلان شدم. 15 سالی که گلناره تنها بود. 15 سالی که من گم کردم. این حکایه من است. محمد مردی که فکر میکرد برای عائله کار میکند. ولی اکنون میداند که خطا کرد. چون که عائله ندر پو عائله در یک جای بودن و من 15 سال یک جای نبودم. اکنون کوشش میکنم. ولی میدانم دیر اگر شما هم به روسیه میروید فکر کنید. پول مهم ولی عائله مهمتر. 15 سال زود میگذرد. و آن 15 سال را برگرداندن نمیتوانید. من کوشش میکنم. شاید روز پسرهایم مرا ببخشند. شاید روز گلناره دوباره مرا دوست دارد. شاید. ولی شاید هم نه. و این جزای من است. جزا برای آن که پول را از عائله مهمتر